ابتدا روی کمر رو چرب میکنیم، محلی که میخوایم بادکش کنیم چرب میکنیم. پنبه رو الکل میزنیم. با پنس یا قیچی پنبه رو مهار میکنیم، دستمون نگه میداریم. میتونیم هم از استکان بزرگ استفاده کنیم هم از استکان‌های کوچیک‌تر. یه لحظه داخل آتیش نگه میداریم، یه مکس کوتاه روی بدن انجام میدیم، نگه میداریم تا متورم بشه. ده تا 15 دقیقه صبر میکنیم و بعد استکان‌ها رو از بدن جدا میکنیم. اگر دیدیم یک نمونه مثل این داره زیر پوست رو کبود میکنه، الان که هنوز مشکل پیدا نکرده ولی یه مقدار بیشتر از این بشه حتما باید جدا کنیم. طریقه جدا کردن اینه که انگشتمون رو میندازیم زیر استکان و این جدا میشه. این استکان جدا میشه. و بعد از اینکه استکانا رو برداشتیم مجدد روی بدن رو ماساژ میدیم. این بادکش باعث میشه که پوست گرم بشه و بهش حجامت گرم هم گفته میشه. روی ستون مهره ها نمیندازیم، بیشتر این قسمت هایی که عضله و گوشته. محل بادکش رو چرب میکنیم. پنبه رو الکل میزنیم، با قیچی مهارش میکنیم، روشنش میکنیم و یک لحظه استکان رو داخل این آتیش نگه میداریم، هواش خارج میشه و روی بدن میذاریم. روی بدن هم که میذاریم یک لحظه با مکس نگه میداریم که بگیره. سوال پرسیده بودین، گفته بودین که روی بدن خودمونم میتونیم بادکش انجام بدیم یا نه. باید بگم که روی دست و پا میشه ولی روی کتف و روی شکم باید حتما از دیگران کمک بگیریم.